санаи 3 майи соли 2024 дар кохи ваҳдати шаҳри Душанбе мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маърифи кишвар баргузор гардид ки дар он олимону зиёиён ва намояндагони касбу кори гуногуни мамлакат ширкат доштанд. Устодону кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ дар мулоқоти мавриди назар иштирок доштанд. вобаста ба ин мулоқоти масъулини соҳа ва роҳбарияти донишгоҳ ва докторантони PhD баргузор шуд. واقعا اگر یک نگاه هدفگیر نماییم از زمان استقلالیت دولتی تا به امروز در نزد هر یکی ما پیش از همه مسئله های قرار دارند که در زمان جهانی شوی حل و درک آن از ما دانش عمیق، جهانبینی زمانوی و مهمتر از همه حس بلند ملی، خودآگاهی و خودشناسی و صمیمانه دوست داشتن وطن را تقاضا می نماید. واقعا امروز کشور به دستاوردهای بزرگ نائل می گردد و هستی خود را حفظ کرده می تواند که اگر شهروندانش دارای علم و دانش بلند و معرفت و خرد سطح بلند باشند. ضمن برآمد راهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان گفته شد که طی سالهای صاحب استقلالی کشور پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به رشد ساحه‌های علم و معارف توجه بیشتر ظاهر نموده پیوسته تدبیرهای تازه را راه اندازی می‌نمایند. تاکید شد که حکومت تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اهل علم و معارف کشور بار دیگر اثبات نمود که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عالمان را یکی از ذخیره‌های بزرگ ذهنی جامعه حاضره و اینچنین علم را یکی از سمت‌های بانفوذترین سیاست ابرمردانه خود حساب می‌کنند. ملاقات آخران به ما اثبات نمود که از ما جوانان، عالمان جوان طلبات‌ها خیلی بسیار هستند و ما باید بیشتر کوشش نماییم که به واسطه در ساحه‌های مختلف از آن جمله رشد علم‌های طبیعی و ریاضی مخصوصاً قید کرده شد که ذهن صنعی و سهم خود را گذاشته بیشتر کوشش نماییم که در این سمت‌ها معرف کشور عزیزمان باشیم با کارهای علمی خود با اثرهای علمی خود. با اشاره به سخنان سرور دولت تاکید شد که در کشور ما مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان اهل معارف و زیایان ایجادکار در جامعه از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند برداشته شده است. زیرا در جهان معاصر تنها کشورهای میتوانند هستی خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلندی سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. از عالمان جوان و آنهایی که در سمت علم به تحقیق و پژوهش مشغولند دعوت شد که با مسئولیت تام عمل نموده برای رشد علم و معارف کشور سهمگذار باشند.